به نام خدا، روزانه حتما 8 لیوان آب بنوشید. زمستون 6 تا لیوان بشه ایراد نداره، تابستون تا 10 تا لیوان هم بخورید ایراد نداره. اگر کمتر از این آب بخورید بدن دچار مشکل میشه. چیکار میکنه؟ اولین اقدام بدن اینه که میره سراغ کلیه ها، آب رو از کلیه ها بازجذب میکنه، ادرار تغلیظ میشه، زمینه رو برای ابتلا به سنگای کلیوی برای خودت ایجاد میکنه. اما بعدش باز بدنت با کمبود آب روبرو شده، آب نخوردی، بدن میره سراغ روده ها، آب رو از روده ها بازجذب میکنه، یبوست میگیری و عوارض ناشی از یبوست میاد سراغت، مثل فیشر، فیستول، هموروئید، آبسه. حتی سرطان روده یکی از مهمترین عوارض یبوسته. حالا اگر کم آبی بازم ادامه پیدا بکنه، بدن میاد آب رو از تنفس نمیذاره دفع بشه، دهانت بدبو میشه، کم کم میره سراغ پوست، نمیذاره آب از پوست تبخیر بشه، دچار خشکی پوست و متاسفانه حتی پیری زودرس میشید. پس حتما 8 لیوان آب رو بنوشید. یه دلیل فیزیولوژیک برات بگم. روزانه بدن داره حدوداً 10 تا لیوان آب از دست میده به طور معمول. چند تا؟ 10 تا. چگونه آب باید به بدن برسه؟ خب 4 تا لیوان آب از طریق مواد غذایی که آب دارن، مثل سبزیجات، میوه ها، لبنیات، به بدنت میرسه. 1 لیوان آب هم در بدن ساخته میشه. چجوری؟ وقتی قندها و چربی ها در بدن میشکنن، حتی پروتئین ها در بدن میشکنه، حاصل متابولیسم اونها H2O یعنی آبه. 1 لیوان هم اینجوری برای بدن تامین میشه. خب 10 تا لیوان آب از دست دادی، 5 تا لیوان آب اینجوری تامین شد، پس باید 5 تا بخوری. چرا ما میگیم 8 تا؟ اون 3 لیوان آب رو میگیم که جریان آب تو بدنت مثبت بشه، کلیه‌هات بهتر کار بکنند، پوستت شادابتر بشه، روده‌هات بهتر کار بکنن. برای همین همیشه توصیه ما بر مصرف روزانه 8 لیوان آب. حالا اگه آبو دوست نداری، آب رو طعمدار کن. بهش آب لیمو اضافه کن، آب نارنج اضافه کن. پارچه آب تهیه بکنید، روش خیار رنده کنید، سیب رنده کنید، کمی گلاب بهش اضافه بکنید. یاد بگیرید که آب خوردن خیلی خوبه. 1-2 هفته بخورید، به خوردن آب عادت میکنید، ایراد نداره. اما آیا چایی، آیا قهوه جای آب رو میگیره؟ متاسفانه این مواد مدرن، یعنی بیشتر از اون چیزی که آب به بدنت میرسونن از بدنت آب میکشند. روزانه 4 فنجان چایی و 1 فنجان قهوه ایراد نداره، اما جزو آبتون حساب نمیشه. از شما کمال تشکر رو دارم. این چقدر شو؟